السلام علیکم برادران، باور کنید بهترین روزهای رحمت است. دعا کنید اخی دیگر الله هم اونو هدایت کنه، خداوند برادر ما نورالله پدرش رحمت مغفرت کنه. باور کنید این یک نورالله باید یقین نکنه به خدا قسم هر کس الله نصیب نمیکنه در این روزها. خداوند رحمت مغفرت کنه پدر جونی برادری ما، همه اون گذرانده هستیم. صبر بوده برادری ما در مسجد سنترالی قرار داریم. بهترین مسجد از بخت قسم اینجی همونی دعا کنید در خیر دیگر برادران. باز هم میگم که روزهای رحمت است، تمام گناهات رو الله میبخشد. در روزها حرکت کنید، در خیر دیگر دعا باشید، دیگر بخشی کنید.